إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما أو شاهدت عيناي موطنا. مطهرة، ازواج مطهرة و اساس همین است که اهل توحید، ایمان، عمل در جنت ابدالابد باقی خواهند ماند، حیات ابدی و هم فیها خالدون. جنت پایان ندارد. الله اکبر، الله اکبر. انا این است برادرم و خواهر عزیزم که عاقبت موحدین، عاقبت کسی که در این دنیا یگانه الله را عبادت میکرد. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بدانید که فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صادق ترین سخن، راست ترین سخن، این سخن الله سبحانه و تعالی هست. همه اون خبرهایی که الله سبحانه و تعالی در قرآن به ما خبر داد و همه این قصه هایی که در قرآن به ما الله سبحانه و تعالی خبر داد و بهترین هدی، راه، منهج، رویش، این راه و منهج رویشی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که به من و شما گذاشتند. و بدترین راه و بدترین عمل این بدعت است و همه این نمود بدعت ضلالت و گمراهی است و عاقبت هر یک ضلالت و گمراهی این آتش جهنم است. امروز باذن الله سبحانه و تعالی ما به شما یکی از خبرهای الله سبحانه و تعالی را که در قرآن یک چند مراتبه، زیاده از صدها مراتبه خبر داده است، یکی از مسائل غیبیاتی که خود الله به ما خبر داده است و اون خبری که رسولش محمد علیه السلام به امتشون موحدین صدها مراتب خبر دادند. صحبت خواهیم کرد و این موضوع صفت جنت و نعمت‌هایی که در جنت است می باشد. بله، جنت اولا چی معنی دارد؟ در لغت جنت یک چیزی پنهان را گویند. جنت یعنی یک باغ، یک بوستانی که پنهان است و کسی دیده نمیتواند. و از همین کلمه جنت، ریشه جنت اینچنین گرفته شده است. مثلا جین میگیم، جین و اجینه میگیم. جین هم یعنی یک چیزهایی که حیات دارد، زندگی میکند اما که پنهان است، برای همین جین است. یا جنین میگیم، همون کودکی که در بطن مادر است و پنهان است، ما دیده نمیتوانیم، برای همین جنین نامیده شد. جنت هم همین است، یک باغ است، بوستان است. چرا بوستان نمیگوییم؟ برای اون که ما دیده نمیتوانیم. جنت که دیده نمیشود، از همین جهت یک باغی که دیده نمیشود، نعمتهاش برای ما حالا پوشیده است، فقط الله خبر داد به ما اما ما ندیدیم، برای همین این رو جنت گفته میشود. اما از نظر شریعت جنت یک مکان است که امروز مخلوق است. انا همین روز جنت وجود دارد و این چنین نار هم انا همین روز وجود دارد. جنت و نار، جنت و دوزخ، این دو مخلوقی که الله سبحانه و تعالی خلق کرده است.
و این دو مکانی که در روز آخرت مردم به یکی از اینها جایگزین می شوند به سبب عملهای خود. جنت این مکان موحدین و مکان مؤمنین و مسلمین است که بعد از روزی رستخیز، بعد از این که از قبرها همه می خیزد و حساب کتاب به پایان می یابد، به همین مکان جنت، مکانی که زندگی می کنند، مکانی که عیش و عشرت دارد، چیزهای دارد که ما حالا نشنیدیم و ندیدیم و حتی اون تصور کرده نمی توانیم. انا همون مکان جنت است که مردم مسلمان می روند. این را از نظر شریعت جنت میگن. جنت یک باغ، یک مکانی که مکافاتی برای مؤمنین و موحدین است، جزای مؤمنین و موحدین است و امروز مخلوق است. این یک جایزه هست برای کسانی که در این دنیا ایمان آوردند، صبر کردند به ایمانشان، پایبند امرهای الله شدند و از نهی کرده های الله دور شدند و اجتناب کردند. این برادرم جنت است. بله، جنت به خودش درجات ها دارد، مرتبه ها دارد که هر کس، هر مؤمن به حساب به همون درجه ایمان و اسلام خود، به درجه عملی کرده خود، چی قدری که عمل کرده باشد همان قدر در جنت مرتبه بلند را کسب می کند. جنت به خودش 100 درجه دارد، 100 مرتبه دارد. پسترین منزله جنت از همه پایانترین درجه اش، کمترین درجه جنت، این به مانندی یک پادشاه بزرگترین این دنیا هست که و 10 مراتب از اون هم زیادتر. در این دنیا از همه پادشاهی که زمینش وسیع ترین است و بایترین است کدام باشد، در روز قیامت از همه آخرترین کسی که به جنت داخل می شود 10 مراتبه این پادشاه، 10 برابر این پادشاهی که در این دنیا از همه بزرگترین و بایترین است، او زمین دارد و بایگری دارد و زندگی دارد. اگر کمترین درجه جنت، از همه کمترین زمینی که برای یک انسان داده می شد، از همه آخرترین کسی که از دوزخ برآمده به جنت می رود 10 مراتب زیادتر از پادشاهی بزرگترین پادشاه این دنیا باشد، پس چی خوشا برای کسانی که در این دنیا عمل کردند، توحید را به دست آوردند، آموختند، دعوت کردند و در راه توحید به نزد الله سبحانه و تعالی رسیدند. جنتی که زمینش برابر آسمان ها و تمام زمین است. این جنت است. جنتی که اهل ایمان و اسلام در بالای سریرها، در درون قصرها، در زیر درختها و در لب دریاها میشینند و لذت میبرند و خوب زندگی میکنند و این جزای عملشون است. جزاء بما كانوا يعملون. جزای هست که الله به سبب عملشون به اونها مکافات داده است. همین جنت است. پس این جنت اولین قدمش برای در آمدن در این دنیا گذاشته می شود. اولین قدم جنت در همین دنیا گذاشته می شود. این جنت برای موحدین است، برای مؤمنین است، برای یکتاپرستان است، برای کسانی هست که در این دنیا الله را، رسول الله را اختیار کردند، دین الله را اختیار کردند و در دنیا به جنتی که در دنیا هست چنگ زدند. در این دنیا هم جنت است. جنت دنیا این توحید است. جنت این دنیا این توحید است. این اطاعت الله است، این ذکر است و طاعت و عبادت الله است که این خوشنودی قلب است. جنت این دنیا خوشنودی قلب است. هر قلبی که با خودش
الله دارد، ایمان دارد، توحید الله را دارد، چقدر خرسند است و خوشنود است. یگان چیز از نعمت دنیا به توحید و به ایمان به الله برابر نیست. به خوشنودی که قلب اهل توحید دارد هیچ چیز برابر نمی شود. یکی از احوال اهل جنت هم همین است، خوشنودی است. و قدم اولین جنت در همین دنیا هست که این ایمان و توحید و اسلام است. هر کسی که در این دنیا از الله دور باشد، از توحید، از یکتا پرستی دور باشد، طاغوت پرست باشد، براءت از کفار و مشرکین نداشته بلکه به کفار و مشرکین دوستی دارد، اونها را دفاع میکند و از اهل اینها است، پس قلبش وحشت زده است. در برزخ هم از الله دور است. در این دنیا که از الله دور است، در برزخ، در قبر هم از الله دور است. در روز رستخیز هم از الله دور است و از الله از او براءت خود را اعلان کرده. و البته که جای اون جنت نیست، جهنم خواهد بود. پس الله سبحانه و تعالی برای داخل شدن به جنت یک شرطی را گذاشته است و این شرط الطهار است. شرط طهارت است. اولین آیتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از اولین آیات هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ثیابک فطهر. علما ذکر میکنند که معنای این آیت همین است که ای طهر اعمالک من الشرک، ای پیامبر عملهایت رو، خودت رو به تمام از شرک پاک کن، از مشرکین دور شو. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، سخن الله رسان و از مشرکین اعراض کن، دور شو. انمین است طهارت. طهارت این فقط رفته دست روی ششته وضو گرفتن نه. طهارت قلب و اصلی اساسی طهارت این پاک بودن قلب از شرک است، پاک بودن عمل از شرک است. شرط داخل شدن به جنت این دور بودن و پاک بودن از شرک و مشرکین و از طاغوت پرستی و طاغوت هاست. خیلی که به وضو نماز قبول نمی شود و به نماز داخل شدن درست نیست، این چنین به توحید و به طهارت قلب و به پاکی قلب، بدون پاکی قلب از شرک انسان به جنت در آمدنش ناممکن است، هیچ ناممکن است. حتی الله میگه که یگان مشرک به جنت داخل نمی شود تا اینکه شتر حتی یلج الجمل من سم الخیاط، از همون شکافی و سوراخی سوزن بگذرد. آیا ممکن است که یک شتر از سوراخی سوزن که رشته باریک میگذرد بگذرد؟ ناممکن است. از این میبرد که اهل شرک بوی جنت رو نمیبینند. پس به جنت داخل نمی شود مگرم طیب، طاهر، پاک، خوب و پاک دامن و کسانی که پاکیشان توحید است. پاک گفته در اینجا پاکی جسم را در نظر ندارد. پاک این پاکی قلب است از شرک، پاکی عمل است از شرک. انما المشرکون نجس، زیرا که مشرکان نجسند و پاک نیستند. اگرچه که سر لباس او زیباتر از تو است، نوتر از تو است، جسمش از تو تازه تر شاید صابونی قیمت زده باشد، اما قلبش پر است که شرک است، این طیب نیست. پس در این دنیا قلبت را پاک کن از شرک، عملت را پاک کن از شرک و خودت را آماده برای داخل شدن به جنت کن. اون جنتی که نه درد دارد و نه رنج دارد و صفاتهاش را بعد از کمی ذکر خواهیم کرد. هر کسی که در این دنیا موحد زندگی کرد، لا اله الا الله محمد رسول الله را آموخت، معنیش را فهمید، رکنها شرطهاش را فهمید، محمد رسول الله را فهمید و عمل کرد و خودش را به الله نزدیک کرد، بداند که در وقت وفاتش این میداند که از اهل جنت است. الله اکبر. خیلی که
ملک الموت وقتی که به نزد یک انسان موحد در حالت برآمدن جانش می آید میگن که اخرجی الی مغفرت من الله و رضوان. ای نفس از این جسم بیرون شو، ای روح از این جسم بیرون شو به سوی مغفرت الله، به سوی رضایت الله و به سوی جنت، به سوی زیبایی و رحمت. انسان موحد در حالت جانش برآمدن خرسندانه می براید، زیرا که ملائکه هایی که جان او را میگیرند به او بشارت میدهند الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. در وقت وفات ملائکه خبر میدهد که ای روح، ای نفس موحد، ای پاک، تو نترس، تو غمگین نباش و برای تو بشارت خبر میدیم. بشارت ما این جنت است، اون جنتی که الله به تو وعده داده بود ای موحد، ای پاک، ای طاهر. چخیلی که در حدیث صحیحین آمده است که امام بخاری و مسلم روایت میکنند، میگویند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ان احدكم اذا مات اريد عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله. هر یک از شما زمانی که وفات میکند هر پگاه روزی یک مرتبه در قبرش، هر بیگاه روزی یک مرتبه در قبرش مقعدش، جایی که در روز قیامت به همون میرود نشان داده میشد. هر مرده در قبرش نشان داده میشود. اگر از اهل جنت باشد اهل جنت، جنت نشان داده میشد. اگر اهل دوزخ باشد به او جایگاهش از دوزخ خبر داده شد. هر روز میگن که جای تو فلان جا است، دوزخ است، نه این جای تو است. بعد از اینکه روز قیامت میشود و همه از قبر میخیزند، بعد به دوزخ در آورده میشد. کدام وقت اهل مؤمنین، مسلمین، موحدین به جنت میدرند؟ همان وقتی که از صراط میگذرند، از پل صراط میگذرند و بعد از این، بعد از صراط، پیش از داخل شدن به جنت، در قنطره گفتنی جای انا همونجا باز در میمانند. بعد از اینکه از پل صراط گذشتند، مسلمان ها، مشرکین تمام جهنمی شدند، مسلمان ها موحدین گذشتند، اما بعد از گذشتن هم باز در میمونند، در قنطره گفتنی جایی. برای چی؟ برای اینکه هر موحدی که به موحدی دیگری، هر مسلمانی که به مسلمان، هر مؤمنی که به مؤمن دیگری که ظلم کرده بود، در حقش یگان سخن، یگان چیزی در بین هم دیگر قصاص میگیرند. قصاص وجود دارد، قصاص. امروز چقدر مسلمان های هستند که در حق همدیگر کمبودی کردند و همدیگر رو نبخشیدند، بعد از اینکه از پل صراط میگذرند قصاص به وجود می آید. یقص او یقتص من بعضهم لبعض. بعضی از بعضی دیگر قصاص رو که گرفتند، قلب همه پاک می شود. هیچ کس به همدیگر یگان در قلبش بدی، غل، غش ندارد، حقد ندارد. بعد از این دروازه جنت رو رسول الله میزنند، شفاعت میکنند امتشان رو برای جنت داخل شدن و دروازه های جنت باز میشود. چخیلی که در این مسئله الله سبحانه و تعالی میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل. از قلبشون غل، غش، همه اون بدی هایی که بود ما گرفتیم. به جنت داخل میشوید در حالتی که قلب شما یگان بدی نسبتی کسی فکر نمی کند. قلب شما یگان بدی نسبتی کسی فکر نمی کند. انا همین است که این رو میگن جنت. جنتی که درد ندارد، نسبتی کسی بدی ندارد، نسبتی کسی یگان گمانی بدی ندارد، همه از همدیگر راضی، همه دست همدیگر رو میگیرند و به جنت داخل میشوند. لیکن کیها؟ باری دیگر میگه موحدین. مشرکین بوی جنت رو نمیبیند. چخیلی که الله سبحانه و تعالی میگه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. مثل جنتی که
وعده داده شده است برای متقین، یعنی برای موحدین. جنت برای کی است؟ برای موحدین است که الله وعده داده شد. الله خودش چی کرد؟ وعده داد. به کسان شفاعت پیامبر را وعده داد، شفاعت خودش را وعده داد، داخل کردن به جنت را وعده داد که کی است؟ الا من شهد بالحق و هم یعلمون. کسانی که شهادت میدهند به یگانگی الله سبحانه و تعالی در حالتی که میدانند که چی معنی دارد. شهادت چیست؟ گواهی دادن است. گواهی دادن، کلمه شهادت چیست؟ کلمه گواهی دادن، کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله است. هر کسی که همین سخن را بگوید و معنیش را بداند، انا همین برایش هست جنت. بشارت برای انا همین است. انا همین است متقی، زیرا که معنایش را که دانست عمل به مقتضایش میکند. الله سبحانه و تعالی میگوید اعد، ای البته که این یک خبری بگیم آیت دیگری هست که الله سبحانه و تعالی خودش ذکر میکند. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. در نزد سدرة المنتهى، در نزد همین جنت المأوى هست. در جای دیگر ذکر میکند که این مکان برای کی است؟ اهل توحید است. و میگوید لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. آنهایی که از الله ترسیدند، موحد شدند، برای اینها غرفه های، خانه های هست در جنت. از این خانه هایی که باز از بالای این خانه دیگر است. از زیر این خانه ها آبها روان است، دریاها روان است. وعد الله، این وعده الله برای موحدین است. جنت جزای شما ای موحدین است و الله هرگز به وعده خودش مخالفت نمی کند، خلاف به وعدهش نمی کند. لا یخلف الله المیعاد. به میعاد، به وعده دادهش، به خبری دادهش الله هیچگاه خلاف نمی براید و خلاف نمی کند. الله اکبر، الله اکبر. پس این است که جنت، برادرم و خواهر عزیزم، ای اهل توحید، برای تو آماده کرده شده است. آیت‌های زیادی هست که آشکار و واضح گشته و برگشته ذکر میکند که برای موحدین است. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره 25 میگه و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشارت بده، خبری خوش بده به اون کسایی که آمنو، ایمان آوردند، ای وحدو، ای موحد هستند و عملهای صالح کردند. برای انم چنین انسانایی که موحد هستند، عملی صالح کردند، خبر بده، خبری خوش بده، بشارت بده که برایشان جنت های است از جانب الله. در این جنت ها آبها جاری اند، از زیر درخت ها دریاها جاری اند. هر باره که موحدین در جنت رزق داده می شوند، از میوه ها داده می شوند، اهل جنت میگن که سبحان الله، ما این رزق را، مانند این را دیده بودیم. یعنی به یادشان این دنیا را هم می آرند. و برای موحدین زنهای خوب است، پاک است، مطهره، ازواج مطهره. و اساس همین است که اهل توحید، ایمان، عمل در جنت ابدالابد باقی خواهند ماند، حیات ابدی. و هم فیها خالدون. جنت پایان ندارد. الله اکبر، الله اکبر. انا این است برادرم و خواهر عزیزم که عاقبت
عاقبت موحدین، عاقبت کسی که در این دنیا یگانه الله را عبادت میکند. اما جنت به خودش نعمت ها دارد، صفت ها دارد. پس فهمیدی که جنت حق است، وجود جنت ثابت است در قرآن و سنت و امروز جنت مخلوق است و وجود دارد و جنت به خودش 8 دروازه ها دارد. دروازه های جنت بالای همدیگر، خیلی که امروز طبقه های خانه هست، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، جنت دروازه هایش بالای همدیگر است، 8 در بالای همدیگر. و انمین جنت یکی از درهایش نامش الریان است. باب الریان یدخل منه الصائمون. پیامبر صلی الله علیه و میگن یکی از دروازه های جنت نامش الریان هست که از همین باب، از همین دروازه جنت روزدارهای موحد داخل می شوند. موحدینی که روزه را صادقانه، روزه را با ایمان و اخلاص و قیام می داشتند، با این دروازه داخل می شوند. و کسی که شهید در راه الله باشد اختیار میکند کدام 8 دروازه را خواهد، به کدامش خواهد داخل به جنت می شود، برای آنکه اجرش عظیم است. کدامش اختیار کرد داخل می شود. انا همین جنت در کجا هست؟ این جنت در بالای 7 آسمان است، یعنی از آسمان جدا هست. در بالای 7 آسمان است، از آسمان جدا هست، خیلی در مسافه دور است. جنت عرضی زمین مستقل خودش را دارد. سقف جنت، بالای جنت، این عرش الرحمن است. چگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادند در حدیثی روایت شده که امام بخاری روایت میکنه آمده است: اذا سألتم الله الجنه فاسألوه الفردوس فإنه اوسط الجنه و اعلى الجنه و فوقه عرش الرحمن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند ای امتی من، زمانی که از الله جنت را طلبیدید، جنت فردوس را طلبید. یعنی بگید که ای الله به من جنت الفردوس را نصیب بکن. برای چی؟ زیرا که جنت الفردوس، فردوس یکی از منطقه های جنت است که مابین جنت است، بالاترین درجه جنت است و در بالای فردوس، جنت الفردوس، عرش الله است. در روایت امام مسلم آمده است که از حدیث ابو هریره رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. زمانی که اهل جنت به جنت داخل می شوند، یک آواز ندای می آید، یک ندا کننده ندا می کند و می گوید همانا برای شما حیات است و هیچ وقت و هرگز نمی میرید. برای شما الله حیات را داد که در این جنت ابدالابد دیگر مرگ به سراغ شما نمی آید، شما وفات نمی کنید. و این لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. شما در این جنت یک شراب می نوشید که ابدالابد دیگر تشنگی را نمی چشید. شما در این جنت جوان می شوید که دیگر ابدالابد پیر نمی شوید. فلا تهرموا ابدا. فإن لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. شما در این جنت نعمت‌های داده می شوید که هرگز از شما دیگر گرفته نمی شود. و آخرین کسی که به جنت داخل می شود در روایت آمده است که مثل دنیا و 10 مراتب از دنیا زیاد است و در روایت آمده است که مثل یک بزرگترین پادشاهی دنیا و از وی هم 10 مراتب زیادتر است. الله اکبر. هر کسی که به جنت داخل می شود برای او الله سبحانه و تعالی خدمتگارهای را آماده کرده است. نام اینها ولدان مخلدین است او مخلدون. در بعض روایت ها به یک نفر انسان جنتی کمترین خدمتگاری که الله
آماده کرده است 10,000 ولدان و مخلدین است. یعنی همون سنی سالش خورد است و همیشه در خدمت شما هست. در یک دستش در یک صفحه طلا میگن، در یک صفحه فیزه دارد، همیشه در خدمت شما است. چه خیلی که در سوره زخرف آیه 71 آمده است. ببینید الله میگه یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. یطاف علیهم یعنی در گرد و اطراف اهل جنت خدمتگارهای وجود دارد که به صحیفه از ذهب و صحیفه به کوزه های در دستش و چیزهای دارد. اهل جنت هر چیزی را که دلش کشید و هر طعامی را که دلش کشید با بهترین لذت برایش خدمتگارها می آرند. چشمتون وقتی که می بیند تلذ الاعین، با چشم چیزی زیبا رو می بینید. همین چیزی که شما تناول میکنید خیلی زیبا چیزها است و خیلی چیزهای اشتها آور است، لذیذ است. و بدانید که شما در این جنت ابدالابد خالدون باقی میمانید. هزارها خدمتگار برای شما ای اهل توحید، ای مسلمان ها که با ایمان وفات کردید و در راه الله وفات کردید. قیاس بکن به این دنیای فانی، به دنیایی که از اولش تا آخرش رنج است، به دنیایی که وقتی تولد گریه کنان تولد شدی و تا وقتی مرگت مشغول در دور رنج و عذاب و مصیبت هستی. این کسایی که تو میبینی از بزرگی خانهش، از زیباگی قیمت بهایی ماشینش فکر میکنی که خوشبخت است، قلبش پر از رنج است، غم است، ناله است. و اگر توحید نداشته باشد در روز مرگش باز مقعدش را نشان میدهند که جهنم است و بالاخره از سببی به توحیدی به جهنم داخل میشد. اما در این دنیایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مانندش کردند به یک انسانی که سفر میکند و در سفر در زیر درخت کمی دم میگیرد و باز دوام میدهد، این دنیا به همین مانند است. انسان تولد شد، در این دنیا کمی ایستاد و باز مرگ به سراغش می آید و باز می رود. در همین وقتی کم هر کسی که در این دنیا توحید را آموخت، لا اله الا الله را آموخت، چنگ زد به دین و به محبت الله و به اخلاص و به عمل و به صداقت بودن خود در نزد الله خود را نشان داد، اخلاص خود را، صدق خود را با توحید و یکتا پرستی و براءت از کفار و مشرکین و کفر بالطاغوت عمل انجام داد و نشان داد. در این دنیای کوچکی که عمرش خیلی کوتاه است، ببین که چقدر جزای بزرگ ابدالابد خدمتگارها به تو خدمت میکنن، لذت و کیف و صفا است. بدان که در جنت بیزنی وجود ندارد، بی شوهری وجود ندارد. همه مرد و زن متزوج است. زنی که در این دنیا موحده است و با ایمان است و بی شوهر است و بی شوهر وفات کرد، غمگین مباشد، زیرا که در جنت برای او یک مرد صالح موحد را الله نصیبش میکند که به این سبب خوشنود و راضی و خوشنود و خوشبخت است. و هیچ مرد از بیزنی یا که کمزنی هم رنج نبرد، زیرا که به هر یک مرد موحد به غیر زنش باز در جنت زنهای داده می شود. و عموم این است که زنها همه زیباترین زنهاست و زیباترین زنها این زنهای خودت است و باز حور العین از جانب الله به تو هدیه است. الله اکبر. نه عبادت میکنی، نه مشقت میکشی، نه درد داری، نه رنج داری، نه نلاگ داری، نه یگان دکومنت کردن داری، نه کسی تو را از عقبت اذیت میدهد، در دلت نسبت هیچ کس گمانی نداری، پروا نداری، الله رب العالمین را میبینی. چه روایت ما مسلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما فی الجنه اعزب، در جنت اعزب وجود ندارد، بی زن و بی شوهر این چنین چیزی وجود ندارد.
سبحان الله. این نعمت هایی که در این دنیا میبینی در روبروی نعمت آخرت هیچ چیزی نیست. چله که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ما الدنیا فی الاخره الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه هذه فی الیم فلینظر بما یرجع. روایت مسلم است. این دنیا نسبت آخرت چی است؟ دستت را به درون یک بحر انداز، یک انگشت سبابت را به درون بحر انداز و از همین درون بحر انگشتت را بگیر. از درون بحر چقدر آب میبری؟ کمی، یک قطره آب میبرید. جنت اگر اقیانوس باشد، بحر باشد، دنیا انمین یک چکره از بحر است. آیا تو میشود که همین دنیا را اختیار بکنی و جنت را ترک بکنی؟ جنت را به خاطر دنیا بفروشی؟ نمی شود. انسانی که عاقل است، زیرک است، این عمل را انجام نمیدهد. و بزرگترین نعمت جنت این رؤیت الله است. بزرگترین لذتی که در جنت دیده می شود، نعیم جنت بر اهل جنت، رؤیت الله در آخرت از همه بزرگترین نعمت اهل جنت است. الله سبحانه و تعالی در محکم التنزیل قرآن العظیم ذکر می کند و می گوید وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. رویهای هستند در جنت نظر کننده به سوی ربشون نظر می کنند. یعنی رویهای مخصوصی هستند که این رویها چهره های موحدین است و این چهره ها نظر به روی الله سبحانه و تعالی می کنند. خیلی که در آیت دیگر آمده است که در اونجا الله سبحانه و تعالی ذکر می کند و می گوید ولدینا مزید. وقتی که اهل جنت به جنت می درآیند، اینقدر نعمت های زیادی رو می بینند، اینقدر مکافات رو می بینند، به مکافات عملشون خرسند می شوند. الله هزارها مراتب زیادتر از عملی کردهشون مکافات می دهد و در آخر الله می گوید که ولدینا مزید. و ما برای شما از نعمت جنت، از این همه چیزهایی که می بینید، باز زیادتر یک چیز رو می دیم. این چی است؟ این دیدار جمال الله سبحانه و تعالی است. این عقیده قرآن است، عقیده رسول الله است، عقیده مؤمنین و موحدین صحابگان و تابعین و تبع التابعین است که رضی الله عنهم. اهل سنت و الجماعت است که میگویند که الله در روز قیامت و در روز اینچنین در جنت دیده می شود. اما عقیده جهمی ها، عقیده مشرکین، عقیده اشعری ماتریدی رافضه ها این است که الله دیده نمی شود. بله، شما در روز قیامت به همین عقیده اتون معامله می کند. الله به شما به همون گمانی که نسبت الله کردید که الله دیده نمی شود به شما معامله می کند. شما که این کار می کنید دیدار جمال الله را، پس جمال الله را نمی بینید. اما اهل سنتی که در اساس قرآن و سنت اثبات می کنند دیدن جمال الله را بلا کیف، بی کیفیت، البته که اینها جمال الله را می بینند. خیلی که امام مسلم روایت کردند رحمه الله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى ربهم عز وجل. در روایت امام مسلم صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زمانی که اهل جنت به جنت داخل میشوند، الله تبارک و تعالی به اهل جنت ندا میکند و میگوید آیا باز ای اهل جنت یگان چیزی دیگری را میخواهید که به شما زیادتی بدهم؟ جنت را دیدید، این همه نعمت های جنت را دیدید، آیا باز میخواهید که یگان چیزی دیگر بدهم زیادتر از این؟ اهل جنت میگویند ای الله، چهره های ما را نورانی و سفید کردی، ما را به جنت داخل کردی، از آتش جهنم نجاتمان دادی، ما باز چی از تو زیادتی بخواهیم؟ در همین وقت الله رب العزت والجلال حجاب را از چهره خود می بردارد، کشف می کند، حجاب را می گیرد.
خیلی که معروف است در حدیث صحیح که بین الله و بین بندگان حجاب وجود دارد. در همون وقتی که اهل جنت به جنت می روند الله حجاب رویش را می گیرد. اهل جنت الله رب العزت و الجلال را می بینند و برای اهل جنت هیچ چیز دوست داشته تر از نظر کردن به جمال الله، خالقشان، ربشان، الهشان و معبودشان الله سبحانه و تعالی دیگر چیزی نیست. از لذت دیدن جمال الله سبحانه و تعالی یک وقت طولانی همه شخ می شوند، ساکت می شوند. بله، این چنین دیدن جمال الله سبحانه و تعالی هر کس به قدر عمل و ایمان خود است. یک کسی ایمانش در این دنیا قوی بود، عملش قوی بود، خدمتش به دین الله قوی بود، درجهش در ایمان قوی بود، در روز قیامت هم نشینی النبیین و شهدا و صدیقین که هست زیادتر الله را می بیند نسبت به کسی که ضعیف است. همه اهل جنت در آمده برابر الله را هر وقت همه برابر نمی بیند. کسایی که درجهشون بالا است زیادتر الله را می بینند از نسبت کسانی که درجهشون پستر است. چخیلی که در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند سترون ربکم کما ترون لیلة البدر لا تضامون فیها. حدیث صحیح است. حتما شما ای مؤمنین و موحدین الله رب العزت و الجلال را، ربتون را میبینید چگونه که امروز انا همین ماهتاب شب 14 را دیده سدید. لا تضامون فیها، هیچ کس پیش شما را گرفته نمیتواند. وقتی که ماهتاب شب 14 هست ببینید 5-6 روز پیش ماهتاب شب 14 پره شد و به طرف پایانی رفت. ماهتاب شب 14 ماهتابی که کامل است، پره هست. شما می توانید که در کجای نباشد ببینید. اگرچه انسان ها همه در یک جا جفس باشند، پور انسان در یک جا باشد، هم کمی به آسمان نظر کنید ماهتاب شب 14 را میبینید. این چنین الله را میبینید. هیچ کس پیش شما را از دیدن الله گرفته نمیتواند. اما چگونه الله را میبینید؟ چهره الله چخیل است، چگونه است؟ الله از این به ما خبر نداد، کیفیتش رو ما نمیدونیم. ما الله را به مخلوق و دیگر از مخلوقاتش تشبیه و تمثیل نمیکنیم و الله را مانند نمیکنیم و این رو کفر میدانیم. اون چیزی که الله اثبات کرد این است که الله چهره دارد و الله را شما میبینید. بله میبینید و اما کیفیت و چگونگی او را ما نمیدونیم، زیرا که الله سبحانه و تعالی به ما خبر نداد. کیفیت وجود دارد اما الله به ما خبر نداد. از همین جهت ما باید بدانیم که الله هیچ ماننده به مخلوقاتش ندارد. ما الله را به مخلوقاتش تشبیه نمیکنیم. از همین جهت عقیده اهل سنت و الجماعت است که الله را مؤمنین در جنت میبینند بدون کیفیت و بدون تشبیه دادن. بارک الله فیکم. پس این است که بزرگترین نعمت جنت این دیدار جمال الله است. وقتی که مشرکین به جنت ندار آمدند این موضوع هم به مشرکین تعلق ندارد. یگان نعمت از نعمتهای جنت، حتی بوی جنت برای مشرکین حرام است. الله سبحانه و تعالی در قرآن خودش خبر داد. این الله حرمها، الله سبحانه و تعالی حرام کرد با کی؟ به مشرکین. بارک الله فیکم. پس جنت برای مشرکین حرام است، حرام است. این مشرکین خوب بدانند. کسایی که دین اهمیت نمیدهند و جنت امید میکنند این امیدی بیهوده است. عقیده اهل سنت و الجماعت همین است که جنت را از قرآن آیات‌های نازل شده را در وصف جنت میخوانند و امید میکنند و عمل را انجام میدهند به خاطر
رضایگی الله و به خاطر امید کردن به جنت الله و به محبت الله. اینها و این چنین ترس از دوزخ الله. وقتی که عبادت میکنیم ما امید به جنت الله داریم و ترس از دوزخ الله داریم و محبت الله را داریم. اما صوفی های قبوری، این مشرکین میگن که نه امید بر جنت دارم نه ترس از دوزخ دارم، فقط دیدار میخواهم. این عقیده باطل است. یعنی با این همه آیات هایی که در قرآن در وصف جنت دار الله ذکر کرد، قبوری ها میگن که من امید به این جنت ندارم، به من این جنت در کار نیست. و این آیات های زیاده که الله در این آیات ها دوزخ را وصف کرد تا که بندگانش بترسند. قبوری ها میگن که من از این دوزخی که تو وصف کردی نمیترسم، از این جنتی که تو به من نقل کردی هم امید ندارم، به من هرچم مشکل نیست، من فقط تو را ببینم شد. حتی نوشتن که گفتن گر به تو مرا به صحرای بهشتم خوانی، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید و ور با تو مرا به جهنم خوانند، جهنم برای جنت شد. یعنی اگر مرا به جهنم پرتایی هم من راضی هستم، میگند من از جهنم نمی ترسم، تو را بینم شد. اگر مرا به جنت اندازی و من تو را نبینم، جنت برای من هیچ چیزی نیست، یک صحرای خالی است. میگند این عقیده من اشعری ها، ماتریدی ها، من قبوری ها، من رافضه ها و جهمی ها است. اینها به همه این آیات ها اهمیت ندارند و انکار میکنند. اما اهل سنت و الجماعه حکمت این آیات ها را میدانند. مسلمان ها میدانند این آیات ها نازل شد تا که شوق و ذوق تو را زیاد بکند به عمل کردن. این آیات ها نازل شد برای امید کردن به رحمت الله، برای امید کردن به همین جنت. آیات های دوزخ نازل شد برای اینکه بترسی از قهر الله، از جبروتی الله، از قهاری الله، از جباری الله، که الله عذابش سخت است و سنگین است و سختترین عذاب ابدالابد و خالدین برای مشرکین است و بهترین و کاملترین نعمت الله در اهل جنت برای موحدین است. الله اکبر، الله اکبر. اهل جنت وقتی که به جنت می درآیند به اونها چی گفته می شود در وقتی در آمدن به اهل جنت؟ الله سبحانه و تعالی در سوره زمر ذکر می کند و می گوید 73 آیت که می گوید وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. آنهایی که در این دنیا پرهیزگار بودند، موحد بودند، یکتاپرست بودند، با تمام مشقتی که به بالایشان می آمد در دینشان ثابت می ایستادند، وقتی که به سوی جنت می روند و به جنت داخل می شوند، زمره به زمره، یعنی به جنت تنهایی داخل نمی شوید. زمره چی است؟ یعنی جماعت. دین ما دین جماعت است و داخل شدن به جنت هم جماعوی است. موحدین دست همدیگر را گیران، خرسند، الله را شکر گویان، الله اکبر الحمدلله گویان، گریان و نالان و خرسندان از خرسندی به سوی جنت می حسابند، به سوی جنت می روند. در روایت آمده که یک قطار اول، صف اولینی که بعد از رسول الله به جنت می روند، 70,000 انسان به حساب و کتاب یک صف می شوند، زیرا دروازه جنت درازیش 1200 چند کیلومتر است. برش هر یک دروازه، خیلی که در حدیث اومده است، ما در آینده حجم درهای جنت رو ذکر میکنیم. اینقدر رحمت الله وسیع است. وقتی که به جنت جماعوی، زمره یعنی یک جماعه داخل میشوند و درهای جنت برایشان کشوده می شود و فتحت ابوابها، برای موحدین درهای جنت کشوده می شود. نگهدارنده های جنت برای داخل شوندگان جنت چی می گوید؟ سلام علیکم، سلام بر شما ای موحدین. سلام علیکم، سلام علیکم، یعنی
امن و امانی و خوشبختی و تمام خوشنودی برای شما است ای موحدین. طیبتم، شما خوب عمل کردید. طیبتم، شما برد کردید و در همین دنیایی که بودید، دنیای آموزشی، خوب عمل کردید و عملی خوب را انجام دادید که این چی است؟ یکتا پرستی است، توحید است. فادخلوها خالدین، داخل شوید ای اهل توحید، ای اهل ایمان، ای مسلمان ها و مؤمن ها، به جنت داخل شوید و در جنت ابدالابد باقی بمانید. یعنی اهل جنت به جنت جماعت داخل میشند. الله اکبر. آنها در جنت در امن و امانند تا وقتی داخل شدن به جنت. از علی بن ابی طالب در زیر این آیت روایت است که میگند حتی اذا انتهوا الى باب من ابوابها وجدوا عنده شجره يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا الى احداهما كانما امروا به فشربوا منها فاذهب الله ما في بطونهم من اذى او بأس ثم عمدوا الى الاخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم. یعنی البته روایتی که از غیب صحابگان میکنند از پیش خود نیست، این حکم مرفوع را دارد، زیرا که صحابگان غیبیات را ندارند. پیش از در آمدن به جنت البته روایت های زیادی است که از چشمه می نوشند، از حوض کوثر می نوشند، تشنگی اونها می رود، نورانی می شوند و خیلی زیبا شوان به جنت داخل می شوند. این است. در وقتی در آمدن شما تصور میکنید به جنت در آمدن چگونه است. بعضی ها یک پاسپورت روسی را گیرند چقدر خوشنود می شوند، حالان که بعد از یک وقتی کم با می تواند که نابودش بکند. داخل شدن به جنت چقدر بزرگ است که ابدالابد در یک مکانی که نه درد و نه در رنج و چقدر نعمت های زیاد. حجم جنت چگونه است؟ وقتی که به جنت داخل شدی تو را اهلا و سهلا طیبتم سلام علیکم گویان به جنت شما را داخل کردند، پس حجم جنت چگونه است؟ الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره آل عمران آیه 133 آمده است. الله سبحانه و تعالی میگوید وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بیشتابید، حرکت بکنید، زود بیشتابید به سوی مغفرت الله، به سوی توحید، به سوی یکتا پرستی، به سوی مغفرتی که از جانب الله برای شما است، به سوی جنتی که عرضش، مساحتش، وسیعیش، حجمش بزرگتر از این آسمان ها و هفتگانه و بزرگتر از این زمین است و آماده کرده شده است برای متقی ها، برای موحد ها آماده کرده شده است. یعنی این است که جنت امروز وجود دارد. حتی بعض ذکرها است که سبحان الله و الحمدلله بگوید یا سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم بگوید. پیامبر میگند هر یک ذکری کردهتون این چی است؟ یک درخت در جنت است. چقدر ذکر زیاد بکنید درخت جنت شما زیباتر است. پس در این آیت مراد از عرض چیست؟ عرضها السماوات گفتند. عرض وسیعیش است، وسیعی جنت خیلی بزرگ است. الله اکبر، خیلی بزرگ است، بزرگتر از 7 آسمان، بزرگتر از زمین، بزرگتر از همه چیز. میدونید این چقدر بزرگ است؟ آسمان دنیا چقدر از خود دنیا بزرگ است. اگر این جنت اینقدر وسیع باشد، تربه جنت چیست؟ خاک جنت چیست بگوییم؟ زیرا که ما تصور کرده نمیتونیم. ما امروز در این دنیا فقط در زیر پایمون خاک میبینیم، اما زمین اون جنت را تربه میگند. اون در زیر قدمت بوده در جنت این خاک است یا چی است؟ از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که قال قلنا یا رسول الله اخبرنا عن الجنة ما بناؤها قال عليه الصلاة والسلام
لبنة من فضة و لبنة من ذهب و ملاطها المسك الأظفر و حسباؤها اللؤلؤ والياقوت و تربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس و يخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا ينفي شبابهم. روایت امام ترمذی، حدیث صحیح است. پیامبر صلی الله علیه و سلم را از خانه های جنت پرسیدند که خانه های جنت، دیوال های جنت به چی پوشیده می شود یا رسول الله؟ پیامبر گفتند لبنه من فضه. لبنه این غشت است، خشت، یک غشت از نقره و یک غشت و لبنه من ذهب از طلا و ملاطها المسک. ملاط همین شاف هایی که در غشت است، امروز کلتکه میگوین یا که کرپیچ میگوین. همین شاف ها، لایه هایی که بین دو غشت است، یک غشت نقره، یک غشت طلا و بین این غشت ها مسک اذفر است. سنگچه های سنگدانه هاش لؤلؤ یاقوت است که امروز این لؤلؤ یاقوت میلیون ها میست، یافت نمیشود اصلا. خاک جنت این زعفران است. برادرم امروز برو یک زعفران رو نرخش رو ببین که یک گرمی کمی زعفران چقدر قیمت دارد. زعفران حقیقی چقدر زیبا است، چقدر نرم است و چقدر قیمت بها چیز است و چقدر خوشبو و پاکبو است، چقدر زیبا است، رنگ زیبا دارد، خیلی قیمت بها است. تربه زعفران، زمین جنت این زعفران است. در زیر پایت زعفران، خانه هایت از طلا و نقره پوشیده. این غشت ها را به هم دیگر پیوست کرده، شافا ملاتش این مسک است، بوی خوش بهترین و سختترین. هر کسی که داخل به این جنت می شود از نعمت های بسیار گرفتار می شود، ناامید نمی شود و ابدالابد در این جنت می ماند، نمی میرد. ثیابش، لباسش کهنه نمی شود و جوانیش هیچ به پایان نمی رسد. ولا یفنا شبابهم یعنی جوانی اهل جنت نابود نمی شود. اهل جنت همیشه جوان هستند. در جنت پیر وجود ندارد. پس جنت این یک زمینی بزرگ است، یک مکانی که حجمش خیلی بزرگ است، حقیقی است، موجود است، شک نیست. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاشون میکردند الجنت حق و النار حق. جنت حق است، نار حق است. الله اکبر. با اهل جنت منبرهای از نور گذاشته می شود. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث طولانی بیان کردند که روایت امام ترمذی است. فتوضع لهم منابر من نور و منابر من ذهب و منابر من فضه و یجلس ادناهم وما فيها من دني على كثبان المسك والكافور وما يرون ان اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا. برای اهل جنت منبرها از نور، منبرها از طلا، منبرها از نقره گذاشته می شود. پسترین آنها میگن اهل جنت و در اهل جنت پسترین وجود نداره، میگن در بالای میسک کافور میشیند. الله اکبر. برای همین است که در این دنیا عذاب میکشی، مشقت میکشی، برات از کفار و مشرکین میکنی. برای همین است که کفر به طاغوت میورزی و به خاطر این اذیت میکشی. این نعمتایی که الله سبحانه و تعالی به تو گفته و دیدار جمال الله که است، این نعمتها برای چی است؟ بوی خوش جنت، نور جنت. چخیلی که روایت امام مسلم است از انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان في الجنه لسوقا ياتونها كل جمعه هم كل جمعه فتهب ريح الشمال فتحسوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وانتم ازددتم حسنا وجمالا. روایت امام مسلم است. ببینید که در جنت یک بازار وجود دارد، سوق، بازار. این در روز جمعه هست.
هر روز جمعه اهل جنت به همین بازار جنت می روند و در همون جا دور می زنند، یک دیگری را اهل توحید می بینند، یک مجلس می کنند، خرسندی می کنند، می نشینند و در همین بازار ملائکه ها برایشان بوی های باز بهتر از بوی گذشته، هفته گذشته دیده، این روز در جنت این هفته بوی باز بهتری افضلتری را می دهند. چهره های همون اهل جنت هر هفته زیباتر می شود و در این روز جمعه در بازار جمعه باز چهره زیباتر می شود، لباس های باز زیباتر برایشان داده می شود. بعد از اینکه به نزد زنهایشان می آیند، مردها بعد از اینکه گشته به نزد زنهایشان می آیند، زنها میگن که حورهای عین میگن که شما میگن وقتی که از ما دور شدید و این بازار رفتید، ازدادو زیاد شد حسنتون و جمالتون. و این چنین مردها به زنشون میگن که سبحان الله، وقتی که ما اومدیم شما رو دیدیم، شما هم حسن و جمالتون زیاد شدید و خوشبویتون زیاد است. هر هفته روز جمعه در بازار جمعه. این مکافات های بزرگ برای کی است؟ برای اهل توحیدی که در این دنیا توحید را تحقیق کردند. برای مشرکین، برای قبوری، طاغوت پرست، کسی که برات از کفار مشرکین ندارد، اصلا این چیزها وجود ندارد. بدترین بوی که دوزخ است وجود دارد. ما در آینده الله سبحانه و تعالی فرصت بده درباره دوزخ هم صحبت خواهیم کرد. سوق، در این کلمه از سوق وقتی که ما میگیم یک مکان بازار خرید و فروش است، اما در این حدیث در جنت مکان خرید و فروش وجود ندارد، همه چیز برای شما بی پول است. سوق گفته در اینجا معناش این است که یک مکانی که مکان مجلس جمع است، مکان مجتمع است، یک مکانی که اهل جنت جمع میشوند. قیاس به سوق این دنیا، چه که در این دنیا در بازار بسیار آدم ها جمع میشوند، در جنت هم یک مکانی است که هر روز جمعه جمع میشوند، همه یک دیگری رو میبینند، زیارت میکنند. خوشبویی بازاری جنت که به شما خوشبویی، لباسهای نو و حسن جمال رو الله در اینجا میبخشد. درختهای جنت که یکی از نعمتهای دیگری جنت است، میوه‌های جنت و سایگی‌های درخت جنت. الله سبحانه و تعالی در سوره المرسلات آیه 41 میگه ان للمتقین فی ظلال و عیون، همانا که متقی ها، پرهیزگار، کسی که از شرک پرهیز کرد، کسی که از کفر پرهیز کرد، کسی که از طاغوت پرستی پرهیز کرد، کسی که از برادر خواندن مشرکین پرهیز کرد. اساس پرهیز همین است. کسی که از حرام کرده های الله پرهیز کرد. برای این موحدین سایه های است و چشمه های است و لذت های است. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که النبی صلی الله علیه و سلم قال ان فی الجنة لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. روایت امام بخاری است، حدیث صحیح است. همانا که در جنت یک درخت وجود دارد که یک انسانی که اسب سوار است اگر به اسبش 100 سال بتازد بدود در سایه این درخت تمام کرده نمیتواند. یعنی درخت خیلی هم بزرگ است که این درخت میوه ها دارد، سایه دارد. الله سبحانه و تعالی در سوره الرحمن آیه 68 میگه فیهما فاکهة و نخل و رمان. در جنت میوه هاست، نخل است و رمان است. نخل یعنی درخت خرما وجود دارد و این چنین تمر، یعنی بگیم نخل و رمان، این چنین انار وجود دارد. دیگر از میوه ها وجود دارد. البته این میوه های جنت که اگر نامش مثل میوه های این دنیا هست، مثلا انار، اما این در نام مانندی دارد، در لذت و در نمود و در زیباگی اصلا اون دیگر چیز است. ابن عباس در زیر تفسیر این آیت میگه که نخل الجنة جذوعها زمرة اخضر و کرانفها ذهب احمر و صعفها و ثمر الجنة امثال القلال او قلال و اشد بياضا من اللبن و احلى من العسل والالين من الزبد. ببینید، والالین من الزبد.
نخیل جنت یک درختی میگن که سبحان الله انا همون تنه این درخت از زمرد اخضر، یعنی خیلی قیمت بها چیز الله خلق کرده است. برگهایش از طلای سرخ، اصول السعفش میگد، و میوه هایش خیلی میوه های زیبا که سفید است، سفیدتر از شیر و این چونین شیرینتر از عسل و ملایمتر از زبد است. انا این جنت است که من و شما امید داریم. اهل توحید به این جنت امید دارند و هر وقت که هر عبادتی رو میکنند امید دارند به رحمت الله و به جنت و ترس دارند از قهر الله و غضب الله و دوزخش و محبت به الله دارند و الله دوست دارند. و با همین امروز صحبت خود را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی فردا به ما اگر فرصت داد درباره بارک الله فیکم خیمه های اهل جنت، نهرهای اهل جنت، دریا و دریاچه های اهل جنت، سریرهای اهل جنت و لباس های اهل جنت، طعام و شراب اهل جنت، حور العین و زنهایی که به مردان اهل جنت داده می شود، ولدان المخلدون که خدمتگارهای اهل جنت برای مؤمنین و موحدین است، بعضی از احوال اهل جنت و دیگر از مسائل ها، نمود و شکل مردها در اهل جنت که چه شکل دارند، ریش دارند ندارند، چند ساله هستند، جوان هستند، پیر هستند، اهل الاعراف پسترین منزله اهل جنت. در همه این موضوع ان شاء الله در روز آینده باذن الله صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. پس ای اهل توحید شما ناامید نباشید. ای اهل توحید شما دل شکسته نباشید. ای اهل توحید رب شما رب غفور است، الرحمن الرحیم است. ای اهل توحید این دنیا دنیای گذران است، دنیای کوتاه است. در این دنیا به الله صادق باشید. الله سبحانه و تعالی یک عمل شما را هزارها مراتب زیاد میکند. زیرا عمل شما را چخیلی که یک دانه گندم میکارد به زمین و سنبله ها میبارد، الله عمل شما را گویا که میکارد و یک عمل شما هزارها عمل میشود. به الله گمان خود را نیکو بکنید، به دیدار جمال الله امید بکنید و امید و آرزو بکنید و از الله طلب بکنید که از اهل جنت، از نعمتهای اهل جنت برخوردار باشید که این مکافات اهل توحید است. بارك الله فيكم و سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.